دیم خوش نمیخورو دخترم میگم کلاش دخترم میگم کلاش بگیرم بهم دنده میدی برات بمیرم درسته پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاف نمیرم رام این دو خود سلام بچه ها، چطورید؟ به من میگن امید دیوتی. خوش اومد به ویدیو خفن. امروز اومدم بدون هیچ کلمه کامنت کنید و هیچ کار کنید، فقط دیلایک ویدیو کنید، ساب کنید تا بهتون شلاقی یاد بدم. به همین خوشگلی که اول ویدیو دیدید نگاه کنید. شلاقی اصلا چیز بسیار شلاقی تو کالاف وجود نداره. شلاقی حقیقتا یه باگه که اولای کالاف یه باگ بود به اسم همه گفتن شلاقی، مثلا باگی که تو بازی ها وجود داره. بعدش که اکتیویژن دید اومد که مردم خیلی از این باگ مثلا استقبال کردن و اینا، اومد اسم اینو گذاشت شلاقی. حالا چیکار میکنیم؟ خب بچه چیکار کنیم واسه آموزش شلاقی؟ شما اولا داشت که باید چنل منو ساب و این ویدیو رو لایک کنید تا بتونید شلاقی بزنید. حالا چیکار کنیم؟ میپرید هوا، نه البته دکمه یه نایف میگیرید دستتون، دکمه پریدن به هوا و نایف زدن رو با هم میزنید، کاراکترتون میپره هوا، نایف میزنه. خب بعدش همون موقع که میخواد نایف بزنه شما شاتگان میکشی. ناکن الان من میپرم هوا نایف میزنم، دوباره میپرم هوا نایف میزنم، الان میپرم هوا قبل اینکه نایف رو بزنه شاتگان میکشم، شلاقی میزنم. شلاقی همینجوره. بعدش مثلا میبینید مثلا چیز خاصی نیست، یوتیوبرها میذارن شلاقی دونن فلان بهمان 20 سال آموزش شلاقی. همینجوری میپری هوا همزمان نایف رو میزنی شاتگان رو میکشی. خب بچه ها حالا لطفا منم حمایت کنید. همه یوتیوبرها میان میزنن ادعا میکنن آموزش شلاقی، نه شلاقی از فاصله فلان، نمیدونم اگه میخوای شلاقی یاد بگیری کلمه فلان رو کامنت کن، نمیدونم بیا تو پیجم فیلمشو ببین. من تو شورت ویدیو اومدم براتون گذاشتم، آموزشش هم دادم، گیم پلیش هم گذاشتم. حالا یه حمایت منو حمایت کنید دیگه، ازتون ممنونم. فعلا خدا نگهدار.